بانک ملی تاجیکستان خبر داد که در اساس قانون درباره برهمدهی تشکیلات قرضی در پی بازخواند اجازتنامه فعالیت اگرینویست بانک و تاجیک صادرات بانک در این دو بانک با صدور قرارهای دخلدار مدیر تعیین نموده است. مدیران برای اداره کردن بانک‌های مذکور با مقصد تأمین حفظ و نگهداری دارایی‌های آنها تا لحظه از جانب سود تعیین کردن مدیران مخصوص مسئول میباشند. در مورد پیدا شدن سوالها و نافهمی‌ها مشتریان میتوانند با مدیران در تماس شوند، گفته می شود در اطلاعیه شعبه مطبوعات بانک ملی. به این ترتیب مرادعلی علی مردان و تاج‌الدین پیرزاده از مقام رهبری اگرینویست بانک و تاجیک صادرات بانک برکنار کرده شدند. بانک ملی تاجیکستان روز 21 می اجازتنامه‌های دو بانک بحران‌زده تاجیک صادرات بانک و اگرینویست بانک را بازخواند و گفت این دو بانک با وجود کمک‌های مالیوی حکومت نتوانستند وضع مالیوی خود را بهتر کنند و از بانک نظامساز به یک تشکیلات قرضی ایستش در نظام بانکی ناچیز تبدیل یافتند. بانک ملی تاجیکستان 4 سال پیش دو بانک بحران‌زده تاجپرام بانک و فونام بانک را نیز برهم داده بود، ولی حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک دیگر گرفتار بحران تاجیک صادرات بانک و اگرینویست بانک 3 میلیارد سومانی جدا کرد که با قرب آن زمان قریب نیم میلیارد دلار را تشکیل میداد و بزرگترین کمک دولت به مؤسسه های بحران زده در تاریخ نوین تاجیکستان شمرده میشد. ولی بانک ملی با گذشت 4 سال در دو اظهارات علیحده با اظهار تأسف گفت که این کمک بزرگ برای نجات این دو بانک فایده نکرد. اکنون سرنوشت پولهای حدود 6000 مشتری تاجیک صادرات بانک و تقریبا 28000 مشتری اگرینویست بانک را باید مدیران مخصوص حل کنند. بانک ملی گفت بخش اعظم این پسندازها از حساب خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی پرداخت خواهد شد. خزینه سقراطی پسندازهای شخصان واقعی روز 25 می خبر داد که مبلغ پسندازهای شخصان واقعی با پول ملی تنها تا 30000 سومانی و با اسعار خارجی همگی تا 21000 سومانی از حساب خزینه پررد جبران کرده می شود. مبلغ باقی مانده پسندازهای شخصان واقعی در روند برهمدهی از جانب مدیر مخصوص طبق ترتیب مقرر شده پرداخت خواهد شد، گفته می شود در شرح خزینه. بانک ملی قبلا گفته بود که پسندازهای باقی مانده را مدیران مخصوص از حساب فروش دارایی‌های بانک‌های برهم داده شده باید جمع آوری و پرداخت کنند، ولی با گذشت 4 سال از برهم دادن تاجپرام بانک تا حال ده‌ها تن از مشتریان آن شکایت دارند که هنوز هم پولهای خود را پس گرفتن نمی‌توانند.